بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کبر و غرور و هوابلندی در جامعه امروزه یکی از دردها و یکی از مشکلاتی که در بین جوانها یا عموما در بین جامعه پهن گشته است. و البته برای همه معلوم است که کبر و غرور و تکبری و هوابلندی یک بسیار صفت مذموم و یک صفتی است که هم در نزد خداوند و هم در نزد بندگان انسان متکبر را منفور و یک شخصی نامطلوب می‌گرداند. و وقتی ما نگاه میکنیم به آیات‌های قرآن کریم و به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، خداوند و رسولش چگونه از این یک صفت و بیماری قلبی که انسان با آن گرفتار می شود چقدر ما را هشدار دادند و عاقبت بد آن را بیان کردند. مثال در یکی از حدیث های صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر می‌فرمایند که لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره، یا در روایت دیگر مثقال حبة خردل من کبر، به جنت داخل نمی شود انسانی که در قلبش یک ذره میده‌ترین اگر کبر و غرور وجود داشته باشد. و خداوند در قرآن کریم برای ما و شما 4 سبب مهمترینه که انسان را به این صفت بد به کبر و غرور برده میرساند بیان کرده است، یا 4 چیزی که با آن خداوند انسان را امتحان میکند آیا متکبر میشود یا از این بیماری خود را نگاه میدارد. اولین یکی از همون چیزها که خداوند بیان نموده است این کبر و غرور کردن با اصل خویش. خداوند وقتی ملائکه ها را و اهل آسمان را به آدم علیه السلام سجده کردن امر میکند، تمام ملائک سجده کردند، تنها ابلیس سجده نکرد. وقتی خداوند پرسان میشود که برای چی تو سجده نکردی به آدم؟ ما منعک؟ چی تو را منع کرد که به آدم سجده نکنی؟ چی تو را منع کرد که فرمان مرا اجرا نکنی؟ در جواب شیطان با یک کبر و غرور جواب داد، گفت قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. گفت من از او برتر هستم، من از او بهتر هستم، اصل من از آتش است، تو مرا از آتش آفریده ای و او را از گیل از خاک و لای آفریده هستی. در حقیقت امروزها میبینیم که انسان ها با اصل و نسب خیش یا زادگاه خیش فخر میکنند، کبر و غرور میکنند، تقسیم بندی میکنند. مثال میبینیم میگوید من از فلان جا هستم، یا من سعید زاده هستم، یا ایشان زاده هستم، یا نمیدونم منطقه های شهر جدا میکنند، میگویند من کلابه هستم، من خوجنده هستم، من دوشنبگی هستم، فلانه هستم، بسمدانه هستم. یعنی این پدیده در عصر ما هم دیده می شود که امروزها این صفت بده که این اولین گناهی که کبر، چنانه که میگویند اولین گناهی که اولین عصیانی که به خداوند کرده شد این کبر و غرور بود که ابلیس کرد آن را. گفت در یک غرور و هوابلندی گفت من از او بهتر هستم، اصل من از او بهتر است، گرچنده که قیاس او خطا بود، غلط بود، اما گفت اصل من از او بهتر است. دومین چیزی که انسان ها با آن کبر و غرور میکنند و سبب هوابلندی آنها میشود این قوت است، قوت بازو، قوت، نیرومندی، توانایی که خداوند برای ما و شما در سوره فصلت قوم عاد را مثال می‌برد و میگوید که آنها ناحق در روی زمین تکبری میکردند و آنها میگفتند من اشد منا قوه، از ما دیده قوی تر کسی هست؟ از من دیده. امروزها میبینید که بسیار جوانها هم با همین گرفتار شده اند. کوشش میکند
با ورزش مشغول می شود. هدفش، نیتش چی است؟ نیتش پرقوت شده زورآوری کردن و چقدر همین مثال ورزش های هست که به انسان تأثیر منفی می رساند. از جانب چی؟ هوا بلند می کند او را، به کبر و غرور مبتلا می شود. سیومین چیزی که خداوند ما را هشدار داده می گوید که یکی از امتحانهای من این است که من با دادن ملک، با دادن حاکمیت شما را چیکار میکنم؟ امتحان میکنم. و فرعون یک مثال بسیار آشکار است که میگفت الیس لی ملک مصر، آیا ملک مصر در زیر تصرف من نیست؟ و نتیجه او را به کبر و غرور برده رسانید که فرعون همیشه میگفت قال فرعون ما اریکم الا ما ارى و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون میگفت هر آن چیزی که من درست میپندارم همون درست است، یعنی و من همیشه به شما نیکی میخواهم و راه درست رو برایتان من انتخاب میکنم، یعنی تنها فکر و اندیشه و تفکر من درست است، اما شما باشید شما نه، شما همیشه خطاکار هستید، شما همیشه اگر من نمی بودم شما در گمراهی هستید. و امروز ها میبینید چقدر انسان هایی که اگر سلطه زیر دست آنها بیاید، اگر صاحب منصب گردد یا وزیر یا مثلا مدیر میگردد، میبینی که کبر و غرور به قلب او احاطه کرده فرا میگیرد. اینچنین یکی از سبب‌های مهمی که شاید انسان را به این بیماری گرفتار کند، این صاحب مال بودن، صاحب ثروت بودن و یا اینکه صاحب علم بودن. انسان‌هایی هستند که کمتر دانش می‌آموزند و خود را علامه زمان می‌پندارند، یا انسان‌هایی هستند که با مال و ملک، با ثروتی که آنها به دست آوردند گمان می‌کنند که آنها با دانش و فهمش خود آن را به دست آوردند. و مثالی که خداوند برای ما و شما زده است این قارون است که خداوند میگوید در حق قارون قال انما اوتیته علی علم عندی. قارون گفت آن چیزی که من دارم، دارایی، مال و ملک، ثروتی که دارم، این نتیجه دانش من است، نتیجه فهمش من است، یعنی من از شما داناتر هستم و من از شما چالاکتر و چقانتر هستم، برای همین من ثروتمند هستم، برای همین من صاحب ملک هستم و دارا هستم. و امروز ها میبینیم که بسیاری از مردم با مال و ملک فخر میکنن، با ماشین های قیمت بها فخر میکنن، یک چیزی که متاع دنیا است با عمارت ها، خانه های دبدبناک فخر میکنند، یک چیزی که ارزش ندارد در نزد خداوند، یک چیزی که اصلا مایه فخر و مایه عزت نیست، با همون چیز کبر و غرور میکنند و تکبری میکنند و گمان میکنند که آنها در تجارت خوب میفهمند و آنها همه آن دارایی هایی که دارند از سبب چست و چالاک بودن آنها به دست آوردند. یا انسان‌هایی هستند که در همین آیت خداوند دو چیز را بیان کرد، هم با مال و ملک دارایی کبر و غرور کردن و هم دانش، علم. انسان‌هایی هستند که امروز کمی دانش، کمی طلب علم میکنند و گمان میکنند که علامه دهر هستند، گمان میکنند که همه نادان است، همه جاهل است و تنها او چی است؟ خوب میفهمد. و میبینی که امروز مثال در شبکه‌های اینترنتی، مثال در فیسبوک مثلا چقدر بحث‌های پوچ میشد. از سبب چی؟ از سبب آنه که در یک نسبت مسئله من داناتر هستم، اون چیزی که من میدونم تو نمیدونی. گویا زبان حال آنها همین چیز را گفته ایستاده است که من میدونم تو نمیدونی. و هر یک انسانی که مخالف آنها هست او را به نادانی، به جهالت، به احمقی، به بیفهمی اتهام میکنند. و این 4
سبب‌های مهم یا 4 چیزی که با آن خداوند بنده را امتحان میکند، میبیند که آیا با همین چیزها فریفته میشود، با همین چیزها مغرور میشود یا نه. این 4 چیزی بود که مهمترین چیزی بود که در قرآن آمده است. یکمش چنانه که گفتیم کبر و غرور کردن و فخر کردن با اصل و نسب خویش، و دوم کبر و غرور کردن با قوت، با زوری، سوم کبر و غرور کردن و ظلم و ستم کردن با منصب یا با ملک، و چهارمین و آخرین چیزی که بود این کبر و غرور و فریفته شدن با ثروتمندی، با مال و ملک دنیا و اینچنین با علمی که انسان دارد. خداوند جامعه ما و شما را از این درد هلاک کننده پاک سازد و خداوند قلب‌های ما و شما، دل‌های ما و شما را از این بیماری که انسانش را هلاک میکند، هم در این دنیا در نزد مردم یک شخص منفور میسازد و هم در آخرت در نزد خداوند یک شخص بی آبرو، شخصی که چنانه که در حدیث گفتیم سزاوار جهنم میگردد. خداوند پاکیزه گرداند و ما و شما را نگهدار باشد.